دیده شده. یعنی 100% افرادی که میرفتم قبر 100%شون من به جرئت میگم که میگفتن یا امام رضا، کسی نمیگفت یا الله. بله. حالا شیعه جدید رو به چالش بکشی تقریبا میشه گفت خرافات امروزی رو قبول ندارن، یعنی قبر پرستی رو قبول ندارن، ولی همین که بسم خودش میگه آقا پس شیعه نیستید شما در اصل، میگه نه شیعه. خب آقا علمات اینا رو نوشته، علماشو کنسل کنه بقیه تکفیرش میکنن، کنسل نکنه با مشکل مواجه میشه. من میگم پیشنهاد میکنم افرادی که با این طرز تفکر میان جلو، شیعایی که به این شکل فکر میکنن، موافق اسمای خودشون یک مذهبی تأسیس کنند و خلاصه پیرو اون مذهب خودشون باشن. یعنی اگه اسمش حسن بود یه مذهبی به اسم حسنیه تأسیس کنه، اسم جعفر بود یک مذهبی به اسم جعفریه تأسیس کنه، چون قبول نمیکنن حق رو. و اما جاندارانی که خودشون محاسبه میشن به هیچ عنوان نمیتونن وسیله باشن، چون خودشون باید بیان در روز رستاخیز حساب پس بدن. حالا چه برسه این که این افراد دیگه مرده باشن، به هیچ عنوان دیگه نمیتونن وسیله باشن. اگر به زعم شما استنادتون اینه که الله متعال میفرماید ابتغوا الیه الوسیله، این وسیله یعنی یک عمل صالح که به اصطلاح کمک به ایتام، فقرا. عرض کنم که اگر اینطور نبود که یک جای دیگه نمیفرمودن اولئک الذین تدعون یبتغون الیه الوسیله، آنهایی که خداوند میداند که عده‌ای خواهند آمد که اینها رو وسیله قرار میدن. لذا یه جای دیگه فرموده اونایی که میخوانید خودشون دنبال وسیله هستن، یخافون العذاب، از عذاب خدا میترسن، یرجون الرحمه، تمنای رحمت الهی رو میکنن. این معتقدات شما هم کنسل. و اما یک آقای درویش بود میومد تو اون منطقه که به اصطلاح تقریبا شبه بازار بود، از کنار ما رد میشد مرتب میگفت هو هو یا هو. یه همسایه داشتیم خیلی بگو بود، به من گفت که فلانی این آقا اگر رد بشه اینجا یه بار دیگه بهش بگیم اگه گفت یاهو یه .com هم جلوش بذاره. اصلا خدمتون که یه خود از جزء مقاله نویسی کنار بریم، با موضوعیت صاحب زمان یک به اصطلاح مطلبی رو به صورت همقافیه نوشتم که انشالله تقریبا حالت طنز ماننده یک خنده بر لبان زیبایت بشکفد و زینندگان عزیز انشالله. بفرمایید. گویند هم ولی عصر است هم صاحب زمان، اما نیست او جز یک توهم، یک گمان. گویند هم ولی عصر است هم صاحب زمان، اما نیست او جز یک توهم، یک گمان. می آید می کشد نبش قبر می کند این جوان، می آید می کشد نبش قبر می کند این جوان. هم بوبکر و عمر مادرم عایشه من جمله عثمان. کی می آیی کودنها منتظرند در ایران، گویی که جا مانده در کوه سبلان. ولادتت اکشنی ناوجودی و حیران، گر راست میگویی بنما رخت ای پنهان. ولادتت اکشنی ناوجودی و حیران، گر راست میگویی بنما رخت ای پنهان. گر بیایی تو را میکشند این دیوسان، گر بیایی تو را میکشند این دیوسان. که روزی شود اضافه بر مراسم احزان. سالهاست بر سر و صورت میزنند این دیوانگان، سالها بر سر و صورت میزنند این دیوانگان. مهدی می آید انتقام میگیرد از عدوان. سراب وهم و خیال است این گفتمان، والله نمی آید نیست همچو فردی در اکوان. سراب وهم و خیال است این گفتمان، والله نمی آید نیست همچو فردی در اکوان. سالهاست دروغ میگوید ایشان، سالهاست دروغ میگوید ایشان. که می آیم و کلبه احزان کنم گلستان. شیطنت اینگونه سراغ دارید الا ز شیطان، شیطنت اینگونه سراغ دارید الا ز شیطان. همی گوید ابن آدم یاد خدا را بکن نسیان. من دارم علم ما یکون و علم ما کان، همین جام همان جام هم در مکان، هم در هر مکان.
من دارم علم ما یکون و علم ما کان، همین جام همان جام هم در هر مکان. شاید از نوع جادویی دارد پلکان و یا فرشی همچو فرش سلیمان. محال است برسی به شأن ایشان، سلیمان نبی است تو فردی چاخان. محال است برسی به شأن ایشان، سلیمان نبی است تو فردی چاخان. گویند آیی عدالت ورزی کنی در جهان، گویند می آیی عدالت ورزی کنی در جهان. مگر کوری نمی بینی سوریه می شود بمباران، برمه غرق است در احزان. بس است بهتان کافی کتمان، عدم وجودت را ثابت کردند وصالیان. بس است بهتان کافی کتمان، عدم وجودت را ثابت کردند وصالیان. ماجد و محمد و زانیار انصاریان، فضل الحق و عامر و عیسی و عبدالقدوس دهقان. بس است بهتان کافی کتمان، عدم وجودت را ثابت کردند وصالیان. ماجد و محمد و زانیار انصاریان، فضل الحق و عامر و عیسی و عبدالقدوس دهقان. دکتر عمرا و دکتر میر سعیدی و احمد و فرید هم در این میان سهمی دارند در فضاحت ایشان. امیدوارم از شعرم لبهایتان شده خندان، تا فرصتی دیگر به الله سپردمتان ای دوستان، ای بینندگان، ای ارجمندان. سهل سانك جزاكم الله خير. زنده باشید. تشکر از شما. بارک الله فیکم. سلامت باشید. تشکر میکنم از برادر عزیزمون آقا عثمان عزیز.